روز شبات روز ارتباطه، یعنی روز شبات ما با خدا ارتباط برقرار میکنیم. اگه بزرگای حقیقی ما رو دیده باشیم، هر موقع که میریم پیششون اون حالت آرامش شبات رو دارن. تو چهرهشون یه آرامشیه که هر کی که میاد دور و برشون خودش یه آرامش بهش میده. در روز روش هشانای هر سال خداوند تعیین میکنه هر کس چه از نظر معنوی چه از نظر مادی چقدر برکت داشته باشه. ولی یک کلیده که همه درها رو باز میکنه، اونم وقتی که با دل شکسته یکی میره طرف خدا. خواسته خدا تو این دنیا اینه که همه چیز روال طبیعی خودش رو داشته باشه، همه چیز پوشیده بشه در طبیعت. اصل تعظیم کردن تواضع درونی باطنه، نه فقط جسمه که تعظیم میکنه. وقتی که تعظیم میکنه یعنی من سر فرو میارم، همه عقل و درایت و قدرت و همه چیزی که از من سرشته میگیره همه باطل میشه در مقابل قدرت خدا. دیشب توضیح دادیم که 6 روز هفته عبادت ما عبادتیه از روی ترس. همونطوری که تو زار اکادوش نوشته، من این که عبادت ما عبادتی از ترس این نیست که در روزهای هفته اون احساس عشق و علاقه‌ای که باید به خدا داشته باشیم نیست یا نباید داشته باشیم. منظور اینه که اصل چیه؟ اصل احساس روزهای هفته به خاطر اینکه این نکته رو توضیح ندادیم، به خاطر اینکه در روزهای هفته ما بیشتر با این دنیا رابطه داریم، یا کسب و کاره یا هر مسئله دیگه که بیشتر جنبه مادی داره، جنبه جسمانی داره. به همین خاطر از ما درخواست شده که یه احساس ترسی داشته باشیم که نکشیم به طرف مسائل این دنیا، یا این مسائل دنیا باعث نشن که کاری بکنیم یا فکری بکنیم یا گفته‌ای باشه که باعث بشه که ارتباط ما با خدا کمتر بشه یا خدایی نکرده از بین بره. که همین برمیگرده به مسئله اون ترسی که ریشه و پایش عشقه. یعنی به خاطر اینکه ما خدا رو دوست داریم و اون هم ما رو دوست داره، همیشه یک ترسی تو وجودمون هست که کاری نکنیم که این رابطه کمتر بشه یا خدایی نکرده از بین بره. این 6 روز هفته است. بعد توضیح دادیم که در ایام هفته زمانهایی هست که زمانهای تفیلاه که اون هنگام تبدیل میشه به زمان ابراز عشق و محبت از طرف ما به خدا و خدا به ما. به همین خاطر همه اعمال نیک ما، میتوایی که انجام میدیم در 6 روز هفته، برای اینکه به اصطلاح مرتبه به مرتبه نزدیک تر بشن به حضور خدا، اون از طریق تفیلاه. به خاطر اینکه تفیلا یه حالت نزدیکی ما و نشامای ما به خدا و خدا به نشامای ماه، و اینطور به اصطلاح ما تقدیم میکنیم اعمالمون را به خداوند. بعد این روزهای هفته وقتی که شبات میاد،
عبادت میشه از روی عشق. یعنی کل 24 ساعت شبات هر ثانیهش تبدیل میشه مثل زمان تفیلا. حتی اگه ما تفیلا هم نمیخونیم، تا چه برسه به مواقعی که تو شبات تفیلا میخونیم. اون موقع همه تفیلای هفته ما که در برگیرنده همه اعمال مابقی هفته است وارد میشن در روز شبات و از طریق شبات همراه با نشامه‌های ما و هر چیزی که متعلق به ماه نزدیک و نزدیکتر میشن به نور الهی. و توضیح دادیم که شبات که روزیه برای ارتباط ما با خدا، روزیه برای نشامای ما، یوماد نیشماتا. خداوند به ما دستورهای خیلی پیچیده‌ای داده که به ما دستور میده که جسممونا برای یک روز به اصطلاح بذاریم کنار، همه چیز بشه معنویت، همه چیز بشه ارتباط با خدا. خداوند مثل پدری که اومده به ملاقات فرزندانش، چه پسر چه دختر، انتظار داره که اون روز مسائل شخصی یا فرزندانش بذارن کنار و کل روز ارتباط برقرار کنن با خدا. که گفتیم حتی اون سعودهایی که ما باید در شبات بخوریم و وظیفه است 3 بار در شبات، اونها هم یه حالتی داره مثل یک زن و شوهر. زن اون نشامای ماه و خدا مانند یک شوهر که با هم میشینن سر میز غذا میخورن. و گفتیم که همچنین که در قوانین زناشویی ما مرد موظفه که حداقل 1 بار در هفته با زنش غذا بخوره، به خاطر اینکه این باعث میشه که افکار هم دیگه به هم نزدیکتر بشه. کیرو و دعت تو گمارا می نویسه، این باعث میشه که یک نوع نزدیکی نشامای ما با خدا ایجاد کنه. این حالت شبات در حقیقت در روزهای هفته آدم‌هایی که توضیح دادیم که حالت تفیلاشون کل روزه، یعنی حتی وقتی که تفیلا رو هم تموم میکنن، اون رشد معنویتی که پیدا کردن تو تفیلا، اون ارتباط قوی که تو تفیلا با خدا پیدا کردن، درست همون حالت ها میتونن کل روز ادامه بدن. به همین خاطر تو زارکادوش صدیقیمی که همچین حالتی دارن ها میخونه شبات. ربی شیمون بر یوخایا صدا میکنن شبات، یعنی که حتی در روزای هفته همون حالتی داشته که آدمای معمولی روزای شبات داشتن، همون ارتباط، همون آرامش خاطر. به همین خاطر اگه شما پیش درباره همه کس نمیشه گفت، اگه بزرگای حقیقی ما رو دیده باشین، هر موقع که میرین پیششون اون حالت آرامش شبات رو دارن تو چهرهشون. یه آرامشیه که هر کی که میاد دور و برشون خودش یه آرامش بهش میده، به خاطر اینکه اون حالت شبات رو روزای هفته هم دارن. یه مسئله است که ممکنه یه ذره از بحث خارج باشه، برای اینکه گفتم که اگه بزرگای حقیقی ما رو دیده باشین، برای همه کس نمیگم، ولی خیلی از آدم‌ها یه اشتباه خیلی بزرگی میکنن که وقتی که مثلا میرن خارج از کشور، هر کسی که میبینن اینطوری لباس پوشیده فکر میکنن که مثلا میگن این راوه این کارو کرد، اون راوه این کارو کرد. خواهشاً برداشت اشتباه نکنید، من هیچ کی به جز خودم منظورم نیست.
میفهمی؟ هر کی که اینطوری لباس پوشیده اصلا دلیل نمیشه که راو باشه. وقتی که یکی میخواد بره این لباسا رو بخره که مدرک ازش نمیخواد. مغازه داره برگای سبز میخواد، مدرک راوی که نمیخواد. این یه نوع لباس پوشیدنه. بعد هر کی میره اونجا، هر کی میبینه اینطوری لباس پوشیده، میاد میگه که آره اون راوی رو دیدیم، این چه نوع راویه، این کارو کرد اون کارو کرد. کی گفته اون راوی؟ تو امتحانش کردی؟ این یه مسئله است که خیلی آدم هی میفهمه این حرفا را، ولی باید بدونید که هر کی میگن که هر گردویی گرده، هر گردی گردو نیست، همین موضوعه. خب رسیدیم به یه موضوع جدیدی که امشب ذکر کردم، اونم که آدم صدیق یعنی کسی که ارتباطش با خدا قویه در هر لحظه، مانند زمان تفیلا. این حالت شبات ها داره. یه مسئله دیگه هم هست که ممکنه چند سال پیش اینجا ذکر کردم و اون یه قانونیه که ما در شبات اجازه نداریم درخواست‌های شخصی از خدا کنیم، مخصوصا درخواست‌های مادی. یعنی بقاشا از خدا درخواست کردن، اگه یکی یه مشکلی داره یا هر مشکلی که حالا تو ذهنتون هست، به طور معمول بجز تفیلایی که ما باید بخونیم، اون تفیلایی که از دوره کنیستک دولا بزرگای ما که ناوی بودن برای ما به اصطلاح تعیین کردن، اونا رو باید خونده بشه. ولی درخواستای شخصی در روز شبات معمولاً ما از خدا درخواستی نمی کنیم، مگه اینکه مثلا یه مریضی بشه واقعاً خطرناک، بعد اون موقع توی موقعیتایی میشه تفیلا خوند. چرا؟ اگه پیش خودتون فکر کنین، شبات ما اینقدر به خدا نزدیک میشیم، اون موقع که باید از خدا درخواست چیزایی که لازم داریم ما بکنیم. روزهای هفته اگه مقایسه کنید با شبات، حتی موقع تفیلاش هم به اون که دوشای شبات نمیرسه. با این حال درخواست کردن درسته، ولی روز شبات که اینقدر نزدیک میشیم میگن نه. چرا؟ دلیل این امر اینه که به طور مثال کسی از یه شخصی درخواستی داره، چه از نظر مالی چه از نظر معنوی، همدیگر رو نمیشناسن، با هم رابطه‌ای ندارن. اون شخصی که میخواد بره از اون منبع کمک، یا اون شخصی که باید بهش کمک کنه کمک درخواست کنه، اگه تا الان دیگه رو نشناختن ندیدن، که نمیتونه در بزنه بگه سلام من مثلا یه وام میخوام یا یه قرض میخوام 100,000 تومان یا هر چیزی، یا این کار رو برای من بکن. اول باید خودش رو معرفی کنه، با هم صحبت کنن، همو بشناسن، به هم نزدیک بشن، بعد میتونه ازش درخواست کمک کنه. روز شبات روز ارتباطه، یعنی روز شبات ما با خدا ارتباط برقرار میکنیم، با هم دوست میشیم، ارتباطمون خیلی قوی میشه، بعد روزهای هفته میتونیم ازش درخواست کمک کنیم. به همین خاطر روز شبات، کل شبات روز ارتباطه، روز دوستیه، آشناییه. بعد که ارتباط قوی شد میشه درخواست ازش کرد. خب از این بحث الان وارد میشیم به امید خدا که ربط داره به شبات، به یه مسئله خیلی خیلی مهم و اون مسئله رزق و روزیه، یا هر نوع برکتی در زندگی. ما میدونیم که
تو تورای ما همچنین که هر شبات اینا ذکر میکنیم، تو ویخولو ما میگیم که خداوند روز هفتم را برکت داد. منظور از این مسئله اینه که همه برکت‌های مادی و معنوی هفته آینده از طریق شبات منتقل میشه به ما. درست؟ شبات روز برکته. من از هر کی بپرسم اگه یک روز برکته، اون روز باید هر کاری که آدم میتونه بکنه که این برکت رو بگیره. مغازه رو باز کنه، هر کاری که باید بکنه، هر شغلی داره، از ثانیه اول شبات تا آخر شبات اون کار رو بکنه که برکت دریافت کنه. خداوند برعکس میگه نه، اون روز شبات هیچ کاری نکن. چجوری این با عقل جور در میاد؟ همه چیز برعکس دیده میشه. در حقیقت برای جواب این سوال باید به یه موضوعی اشاره کنیم که موضوع خیلی پیچیده است، سوال برانگیز، که در هم تلمود بهش اشاره شده خیلی به طور مختصر، ولی بعدها تو کتابای فلسفه ما، خسیدوت ما، توضیح بیشتری داده شده به این موضوعات، تا اینکه یک کتابی هست از نوه بلتنیا درخ میتسوتخا که رو بعضی از میتسواها توضیحاتی داده، توضیحات خیلی خیلی عمیق، و این مسائل ها تا حدی روشن میکنه، تا حدی که ما میتونیم بفهمیم. تو پرشت رعه آخر یه پاسوق اومده و برخ خواهشم الوهخا به خل اشر تعسه، یعنی خداوند خالق تو را برکت میکند در هر عملی که انجام بدهی. اینجا میبینیم که دو تا موضوع است، یکی براخای هشم، برکت خدایی، یکی اون عملی که انسان انجام میده. پس میبینیم که برای رزق و روزی باید دو چیز باشه، یکی عمل انسان، یکی برکت خدا. درست؟ این مسئله رو داشته باشین تا بریم سر یه سوال خیلی اساسی. ما اون طوری که بزرگان ما به ما یاد دادن و ایمان 100% داریم، در روز روش هاشانای هر سال خداوند تعیین میکنه هر کس چه از نظر معنوی چه از نظر مادی چقدر برکت داشته باشه. هر روش هاشانا برای هر کس تعیین میشه. در همین خاطر میگن یوم دین، یعنی روز قضاوت الهی. قضاوت این که هر کس چقدر فیض از اون فیض الهی بهره مند میشه. اگه این طوره پس چه احتیاج به عمل؟ ما گفتیم که برای برکت الهی باید برکت باشه و باید عمل ما. اگه خدا تو روش هاشانا تعیین میکنه که هر کس چقدر باید به اصطلاح رزق و روزی یا از جنبه‌های معنوی فیض ببره، دیگه چه احتیاج به عمل؟ خدا تعیین کرده تو روش هاشانا. یه مسئله دیگه هم که هست تو گمارا، تو تلمود، یکی از بزرگان ما عقیده داره که هر روز آدم قضاوت میشه. آدم نیدون به خل یوم. اگه تو روش هاشانا که اونم همون بزرگ ما هم ایمان داره که همه قضاوت میشن، چه احتیاج به قضاوت روزانه؟ پس شد دو تا سوال.
یکی این که اگه تو روش هاشانا تعیین میشه برای هر کسی چقدر فیض ببره، چه احتیاج به عمل ما. 2 اگه روش هاشانا روز دینه، چه احتیاج به قضاوت روزانه. 1 بار بس دیگه برای کل سال. این 2 سوال خیلی جای مختلف پرسیده شده. حالا ببینیم این درخ میتوترخا که بهش میگفتن سمخ صدک، همون نوه بلتانیا که بعد از پسر بلتانیا جانشین اون بوده، هم یه جوری نوه بلتانیا بوده، نوه دختریش بوده و داماد پسرش هم بوده. این نسل سومشون بوده. میگم هر کدوم این بزرگا که آدم ذکر میکنه باید دربارش میشه چندین ساعت صحبت کرد، درباره طرز فکرشون، طرز زندگیشون. خب حالا ببینیم این چجوری توضیح میده. اون جوری که این مسئله توضیح داده شده اینه که در حقیقت تو روش هاشانا خداوند برای هر آفریده خودش کلاً برای تموم هستی تعیین میکنه به طور کلی، مثل یه به اصطلاح یه بسته کلی برای کل آفریده‌های خدا که چقدر، چه از نظر معنوی چه از نظر مادی، کلاً سال دیگه همه آفریده‌های خدا احتیاج دارن. این فیض یا دستور یا انرژی از خدا به طور کلی تو روش هاشانا صادر میشه. این فیض کلی یا خسد یا شفعی که از خدا صادر میشه از طریق تفیله‌های روش هاشانا، از طریق شفاری که ما روش هاشانا که میشه ساعتها دربارش صحبت کرد، همین عمل ساده‌ای که ما انجام میدیم بی نهایت عمق داره که چه ربطی داره به این همشاخت شفا، یعنی این نزول فیض از طرف الهی، این شفار ما که زیاد ربطی نداره به بحث امشب. پس از طریق میتوایی که ما تو روش هاشانا که همون شفاره و تفیلایی که میخونیم که این شفار هر صداییش برای کسایی که کوانه های شفارا میدونن که ما اصلا هیچ به اصطلاح ربطی به اون مدرگاه یا مرتبه نداریم، برای هر صدایی که از شفار در میاد صفحاتی کوانا نوشته شده، چه از نظر عرفان چه از نظر خسیدوت، که هر کدومشون کلید یه دریچه تو آسمانه برای کسب فیض. اینجا یه داستان معروفه که بگم دوره برشمتو و کاداش. برشمتو یکی یاده هر کسی که نمیتونسته برای برشمتو شفار بزنه، باید یکی بوده که لایق باشه از هر نظر و همه این کوانه ها رو بلد باشه. یه شخصی بوده که هر سال برشمتو آمادش میکرده، خودش هم میرفته چیزایی که باید بخونه بجز تزکیه نفس که چندین ماه قبل شروع میشده، تعنیت و تشووا، که آماده بشه برای به اصطلاح شفار برای برشمتو. یک روش هاشانا برشمتو میبینه که این شخصی که باید شفار به اصطلاح میتوای شفار انجام میداده، قبل اینکه شفار را بزنه شروع میکنه گریه کردن و بعد از در حالت شفار زدن هم داشته گریه میکرده. بعد از شفار برشمتو که همیشه خیلی داستانی هست که موقع تفیلا مخصوصا هم روش هاشانا این علیت نشاما داشته، یعنی نشاماش به عروج میکرده به یه مکانهای خیلی عرفانی و گزاره هایی که تو شامعین بوده را میتونسته ببینه و میتونسته به اصطلاح با فرشته هایی که بر علیه ما یا اقوام دیگه پیش خدا
صحبت میکردن با اونها به اصطلاح بجنگه یا اونها را باطل کنه، اگه گزرایی بوده باطل کنه. این مدرگاه بلشمتو بوده که میگم تو هر 1000 سال ممکنه یک نفر اونطوری باشه. اونم که تا ماشیخ بیاد کسی به مدرگاه بلشمتو نمیرسه. بعد بلشمتو بعد از تفیلا میگه که من وقتی که علیت نشما داشتم، که اتفاقا میدونین از بلشمتو تقریبا هیچ نوشته‌ای نمونده، یعنی جوری بوده که انقدر خخما داشته که وقتی میخواسته چیزی رو بنویسه میگفته مثل علی زلم همین حالتو داشته، میگفته مثل یه دریای بیکرانه که وقتی که قلم دست میگیره اصلا این دریا بهش نازل میشه و جلوشو میگیره که بتونه بنویسه. و همین خاطر همه گفتای بلشمتو از چند تا از شاگردانشونه که به ما انتقال پیدا کرده. ولی یه نامه هست که از بلشمتو به یکی از شاگرداش نوشته شده و در اونجا توصیف میکنه وقتی که علیت نشما داره که از یه مدرگاه داره میره یه مدرگاه دیگه، مثلا چه نشامه‌ای یا دیده، چه فرشته‌ای یا دیده، که تو اون نامه نوشته که وقتی که میرسه به هیکل ماشیخ تو عالم عرفان یه جایگاهی هست برای نشامه‌های ماشیخ که بلشمتو خودش یه قسمتی از اون نشامه. وقتی که میرسه به هیکل ماشیخ از ماشیخ میپرسه که اماتایی کاتی مر، یعنی کی تو ظاهر میشی، کی میای تو این دنیا. ماشیخ بهش جواب میده موقعی که نوشته و گفته های تو بین همه رایج میشه. به خاطر اینکه بلشمتو مثل یه دکتری بوده برای نفس ما تا ماشیخ بیاد. همه نوشته هاش برای اینکه هر دوره یه نوع مریضی معنوی داره و احتیاج به یه دکتر. دکتر دوره ما از موقعی که بلشمتو اومده تا ماشیخ همین خود بلشمتو یا شاگردای بلشمتو بودن. زیاد از بحث خارج نشیم. خلاصه اون روششانا که اون توکیه، یعنی اونه که شوفار میزده گریه میکنه، بلشمتو بعد میره پیشش میگه وقتی که من علیت نشما داشتم یه گزرایی بود که به هیچ وجه من نمیتونستم اونو باطل کنم، هر کاری هم کردم قبول نکردن، ولی اون گریه تو باعث شد که همه باطل بشه. مگه امروز چه توانایی داشتی که تونستی همچین کاری یا باطل کنی که منم نتونستم باطل کنم؟ اون شخص میگه که من حقیقتا قبل اینکه شفار بزنم همه چیز از یادم رفت، هیچی تو ذهنم نموند، هر کاری کردم که یک توانم یادم بیاد یادم نموند، دلم شکست، شروع کردم گریه کردن. بلشمتو گفت الان من جواب سوالمو گرفتم. برای اینکه تو شامعیم، تو آسمون، هر چیزی یک کلیدی داره برای هر موضوعی، هر فیضی، ولی یه شاکلید هست، یعنی برای هر موضوعی یک توانایی هست. هر توانایی میتونه یه دریچه کوچیک رو باز کنه به اصطلاح عامیان ما، ولی یه کلیده که همه درها رو باز میکنه. اونم وقتی که با دل شکسته یکی میره طرف خدا. میگه به همین خاطر همه گزارها به خاطر همون دل شکستگی تو باز شد. خب این تو روششانا خداوند تعیین میکنه به طور کلی برای همه آفریده های خودش برای کل سال آینده چقدر باید از نظر معنوی و مادی فیض ببرن. از روز روششانا تا یوم کیپور تا آخر نیلا برای هر شخص تعیین میشه از اون به اصطلاح بسته‌بندی کلی چقدر تقسیم بشه برای هر نشامه، برای هر شخص یا هر آفریده خدا. و این بستگی به اون کشوایی داره که همون برگشت به خداه که آدم بین روششانا تا یوم کیپور انجام میده. یعنی میره به طرف خدا تشویق میکنه، بعد خدا قسمت بندی میکنه اون فیض خودش برای هر شخصی.
در ساعت نیلا که میگیم حتمه نور خیم، ختیما یعنی دیگه مهرموم میشه. مهرموم میشه برای هر کسی تعیین شده، چه از نظر رزق و روزی، چه از نظر معنوی. هر شخص از اون فیض کلی چقدر باید فیض ببره. این روش هاشانا. پس الان میرسیم به یه موضوع خیلی مهم. اگر اینطوره، پس چه احتیاج به تفیلا؟ ما هر روز از خدا درخواست شفا میکنیم، درخواست عقل میکنیم، درخواست روزی میکنیم. اگه این فیض دیگه بگیم تا آخر نیلا تعیین شده برای هر شخص، چه احتیاج به تفیلا؟ خداوند دیگه تعیین کرده. در حقیقت موضوع این مسئله اینه که این فیضی که خداوند تعیین کرده وقتی که تو عالم عرفانه یه فیض معنویه، یه احسان معنوی. یعنی اگه اون حالت همونجا بمونه، به اصطلاح عامیان ما، احسان تو اون عالم یعنی آشکاریت الهی، نه خورد و خوراک و رزق و روزی و چیزای مادی، کلاً معنویه. و به خاطر اینکه این فیض معنوی تبدیل بشه به مادیات این دنیا، باید از یه سلسله مراحلی بگذره تا برسه به این دنیا. به همین خاطر یعنی به اصطلاح اون خسیدود میگن شیطعوه، یعنی زخیم بشه. زخیم شدن یعنی از معنویت و روحانیت تبدیل بشه به مادیت. برای اینکه تو عالم عرفان تنها معنای احسان یعنی خداوند خودشو آشکار کنه به یه شخصی. همین فلسفه علام حبا هم همینطوره. تو علام حبا وقتی خداوند داره احسان میکنه، چه احسانیه؟ خودشو آشکار میکنه که اونایی که ازش دارن از شناختش لذت میبرن بیشتر لذت ببرن، که این تا بی نهایت مرتبه داره. این خسد احسان تو اون دنیا این معنی داره، مادی نیست. اونجا که نمیشه بگن که چقدر پول با کسی باید بدن، برای که معنی نداره. وقتی که میاد تو این دنیا این احسان میتونه تبدیل بشه به مادیت، شفاء جسمی، رزق و روزی یا هر چیز دیگه. به خاطر اینکه این فیض بیاد و تبدیل بشه به مادیت این دنیا، احتیاج به تفیلا. حروف تفیلا مثل یه ظرفیه که اینا میاره از اون بالا به اصطلاح این پایین. و یا ما تفیلا میخونیم، منظورمون اینه که خداوندا اون احسان معنوی ها تبدیلش کن به رزق و روزی. اون احسان معنوی ها که برای هر کدوم از ما تعیین کردی، بگیم خیلی عامیانه 100 کیلو احسانه، 20 کیلوش بشه برای کل رزق و روزی کل سال یا هر چی، 5 کیلوش باشه برای رفاه، هر چیزی که ما احتیاج داریم. یعنی هر تفیلایی که ما میخونیم برای مادیت این دنیا، از خدا درخواست میکنیم که قسمتی از اون احسان معنوی ها تبدیل کنه به مادیت این دنیا. به همین خاطر الان برمیگردیم تو به اون طبق نظریه‌ای که گفت که هر روز آدم قضاوت میشه. گفتیم که اگه تو روش هاشانا یوم کیپور آدم ها قضاوت میشن، دیگه چه احتیاج به قضاوت روزانه؟ برای اینکه تو روش هاشانا یوم کیپور همه قضاوت میشن چقدر فیض معنوی ببرن، که اون تو اون دنیا فقط یه فیض معنویه. هر روز قضاوت میشن که چجوری این فیض معنوی تبدیل به مادیات این دنیا هم بشه. خب الان میرسیم به موقعی که میخوایم به امید خدا توضیح بدیم که گفتیم که برکت الهی اونطوری که شروع کردیم از آیه‌ای که آوردیم از پرشت رعه، احتیاج به عمل ما.
از ما حرکت از خدا برکت، این موضوعه. و ببینیم که چه احتیاجیه که ما برای کسب این روزی، به خصوص برای رزق و روزی، باید کسب و کار داشته باشیم، عملی انجام بدیم. در حقیقت اونطوری که سمک صدق میگه ممکنه درباره این موضوع بحثایی هست، ولی حالا این نظریه را ما پی میگیریم و طبق اون نظریه این موضوع توضیح میدیم که اگه آدم از خودش عملی انجام نده، یعنی اصلا عملی انجام نده، گفتم این موضوع به این سادگی نیست. ممکنه بعضیا با این مخالف بودن، ولی عقیده سمک صدق اینه که اگه از آدم از خودش هیچ عملی انجام نده، خداوندم بهش رزق و روزی نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه خواسته خدا تو این دنیا اینه که همه چیز روال طبیعی خودش رو داشته باشه، همه چیز پوشیده بشه در طبیعت. به خاطر اینکه خدا ما را آفریده تو این دنیا برای امتحان. اگه هر روز به طور مثال برای رزق و روزی خدا دریچه‌های آسمان رو باز کنه برای ما، مثل تو وقتی که تو بیابان بودیم مان بفرسته، یا هر کاری بخواد براش معجزه بکنه، خب دیگه اختیار و جبر از بین میره، دیگه جایگاهی برای پاداش و مجازات نیست. همه خدا را به طور آشکار میبینن و از گناه دوری میکنن. خداوند خواسته که دنیایی باشه تا موقعی که مشیخ بیاد که همه چیز در پوشش طبیعی باشه. معجزات خیلی خیلی نادر باشه، اونم برای اشخاص خیلی خیلی بزرگ و نه در هر مکان و هر زمان. به همین خاطر خداوند میگه که اگه تو این برکت منو میخوایی، باید یه کاری بکنی که از ظاهر جوری باشه که تو فکر کنی که این اعمال تو بودی که این برکت رو آورده. در حقیقت عمل تو هیچ برکتی یا نیاورده. برکت تعیین شده است. عمل تو پوششی بوده بر اون برکت. تو به اصطلاح به خدا کمک کردی خودشو قایم کنه. اون روزی که به تو داده میشه اونم معجزه است. منظور از طبیعت و معجزه چیه؟ معجزه یعنی وقتی که آدم خدا را آشکار میبینه. طبیعت یعنی وقتی که خدا پنهانه. رزق و روزی قبل اینکه بیاد تو این دنیا، تو طبیعت این دنیا پوشیده بشه، معجزه بوده، معنوی بوده، آشکاریت الهی بوده. خدا به تو گفته که یه عمل طبیعی کن، رو این معجزه را بپوشون، ولی در حقیقت معجزه است. و تو پیش خودت خیال میکنی که این عقل من بود، انقدر باهوش بودم که تونستم انقدر به اصطلاح موفق باشم، یا این عمل من بود که این موفقیت رو برای من ایجاد کرد. من منکر نمیشم که ممکنه بعضی مواقع این عقل آدمه که باعث شده یه کاری کنه موفق بشه، ولی اون عقل هم از خدا داده بهش شده که بتونه کاری بکنه که خودش فکر کنه که من کردم. یعنی دو راه پیش خودش داره. یا میتونه میگه کخی به حدث میادی، یعنی اون قدرت دست من بود که این کارو برای این موفقیت رو به من داد، یا اون عقل من بود. ولی در این حال میتونه بگه که همه خدا بود. اولا که برکت مال خدا بود، تعیین شده هم بود، هیچ ربطی به عمل و عقل من نداشت. الان یه دید دیگه داره، میتونه بگه که این عمل من و عقل من پوشش خوبی بود برای قایم کردن خدا. ما بعضی مواقع میبینیم که مثلا میرید یه مکان کف، چند نفر تو اون به اصطلاح
مکان دارن کار میکنن که اگه همه شونو با هم جمع کنید، کل عقل همه اون اشخاص رو بذاری رو هم، عقل یه آدم سالم رو ندارن. فرهنگشون زیر صفره، صحبت کردن هم بلد نیستن. ولی میبینید که انگار خداوند دریچه رزق و روزی ها باز کرده، برای اونا هی داره میریزه. یه بار میرید یه جایی میبینید یه آدم با شخصیت، عاقل، طرز صحبت از هر نظر نمره 20، همه عمرش داره میدوه، هنوزم دنبال همون روزی بخوره نمیره. بعضی موقع تو کسب و کار بپرسین از اینایی که کاسبن، یه تلفن اشتباهی میکنن یا یه کار اشتباهی میکنن، از آسمون براشون میریزه. پس میبینیم بعضی موقع هم میبینیم آدمایی هستن که موفقن، عاقل هم هستن. گفتم نه اینکه بگم همه اینایی که موفقن عاقل نیستن، ولی این نشون میده که برکت الهی وابسته به عقل و قدرت آدم نیست. بعضی موقع میان سوال میکنن که من این کارو میکنم، گفتم که همه چیز باید روال طبیعی خودشو داشته باشه. یعنی اگر از روال طبیعی میبینی که این کاری که داری انجام میدی به هیچ وجه نمیتونی موفق بشی، بازم باید فکر کنی ممکنه که باید کارتو عوض کنی. ولی بین خوب و بد، بعضی موقع میگن این کاری که ما میکنیم بده، بعضی موقع موفقیم، بعضی موقع موفق نیستیم، دیگه دارن خیلی به این کار اهمیت میدن، انگار این کار است که داره رزق و روزی میاره. اینطوریا نیست. و آدم هر چی که بیشتر به خدا نزدیکتر باشه، بیتاخونش یعنی توکلش به خدا بیشتر باشه. بلتنی همیشه میگه بیتاخون، توکل، ریشش یعنی تاخ، یعنی وقتی خودتو میچسبونی به خدا، چسبندگی به خدا، به طور کل خودتو میدی دست خدا، اون موقع این آدمای خیلی خیلی مرتبه بالا زیاد برای رزق و روزیشون احتیاج به عمل ندارن، برای اینکه نزدیکن به اون فیض الهی. یه داستانی از بلشمتو و کادوش. بلشمتو یک روز عصر جمعه احتیاج به پول داشته. بعد صبح میره در خونه یه آدم پولدار، از پشت پنجره دم درم نمیره، از پشت پنجره در اینطوری میزنه. بعد یواش میگه من بلشمتوم، اینقدر برای شبات لازم دارم، شروع میکنه میره. بعد اون پولداره خواب بوده، صدا رو میفهمه، بیدار میشه، میدوه دم پنجره، میبینه بلشمتو داره از در خونش دور میشه. شروع میکنه دویدن دنبال بلشمتو. میگه چیکار داشتی؟ خب آدم خیلی بزرگی بوده دیگه، اینقدر درباره بلشمتو صحبت کردیم. میگه که حقیقتا من یه مقدار پول لازم داشتم. میگه خب این چه طرز پرسیدنه؟ میگه دیدی اومدی دنبالم؟ من گفت، میگه من خوب بود یه کاری انجام بدم، یه عملی خوب بود انجام بدم، خدا گفته باید تو یه عملی انجام بدی. میگه هرچی آدم گناهاش بیشتر باشه، از خدا دورتر باشه، عملش هم برای کسب رزق و روزی باید بیشتر باشه. ولی اون مدرگایی که بلشمتو بوده، براش باید یه عملی بوده باشه. بدون عمل گفتیم خدا برکت نمیده. ولی در حدود این که در بزنه، اصلا با شخص هم مستقیما صحبت نکنه، اون شخصه که میدوه دنبال بلشمتو، نه اینکه بلشمتو بدوه دنبال اون. میگه گفتم دیدی اومدی دنبالم؟ تو اومدی دنبال من. خب همه ما تو مدرگاه نیستیم، ولی این نشون میده که همونطور که گفتم برکت الهی توأم با عمل ما برای پوشش فیض الهی که محسوس نباشه که معجزه است.
اینی که گفتیم خداوند اراده کرده، خواسته خدا اینه که همه چیز تو طبیعت پوشیده باشه، این مسئله راشی میگه که در ابتدا خداوند تصمیم گرفت که همه را از میدت، یعنی از صفت قضاوت و جبروت خودش بیافرینه. بعد دید که هیچ کس نمیتونه دووم پیدا کنه، تصمیم میگیره شیتف ایمو میدت رحمیم، یعنی با اون شریک کنه با صفت جبروتش رحمت خودش را. سمخ صدق میگه یه معنی خیلی عمیق درباره این موضوع که جبروت خدا یعنی همون طبیعت. وقتی که خدا پنهان میکنه خودش، این خودش یه نوع غضب یا جبروته، گبوراه. خدا میخواست اول همه چیز به طور طبیعی باشه، کلن اصلا معجزه‌ای وجود نداشته باشه از اول دنیا تا آخر دنیا، ولی دید که اگه اینطوری باشه ممکنه هیچکی بهش ایمان نیاره. به همین خاطر شیتف ایمان میده تا رحمیم، یعنی در بعضی مواقع برای اشخاص خیلی بزرگ یا در بعضی مواقع مثل موقعی که ما رو از مصر برد بیرون، شیتف ایمان میده تا رحمیم، به ما رحم کرد که یه معجزاتی کنه ما آشکار اونا ببینیم که بتونیم بهش ایمان بیاریم. پس ما میبینیم که اگه شخصی تفیلا بخونه فقط که این احسانی که خدا تعیین کرده روز روش هاشانا برای هر شخص بده تبدیل بشه به مادیات این دنیا ولی عملی براش انجام نده، نمیتونه بیاد تو این دنیا. وقت چی میشه با اون معنویت یا اون فیضی که خدا تعیین کرده برای نشاناش؟ سمخ صدق میگه براش میمونه تا دنیای آینده، ولی اگه این باعث بشه که خودش یا زن و بچهش زجر بکشن برای که روزی ندارن به خاطر اینکه اون نمیخواد عملی انجام بده، ممکنه مجازات هم بشه. پس میبینیم که وقتی که آدم میره سر رزق و روزی باید 2 چیز در نظرش باشه. یک، باید تفیلا بخونه که اون فیض معنوی که خدا براش تو روش هاشانا تعیین کرده تبدیل بشه به مادیت این دنیا. یعنی اینطوری هم نمیخواد واضح هم بگه. وقتی ما میگیم که خدایا به ما رزق و روزی بده، معنیش همینه، یعنی اون چیزی که تعیین کردی که الان یه فیض معنویه تبدیل بشه به رزق و روزی. یک، این باید در نظرش باشه، یعنی تفیلا. دوم، هر کاری که میکنه، هر فکری که تو سرش میاد، هر عملی که انجام میده، هر تلفنی که میزنه، هر صحبتی که با هر کسی میکنه به خاطر رزق و روزیش، احساس کنه که داره برای خدا یه پوششی درست میکنه، یه ظرفی درست میکنه برای برکت الهی. و این گفته ها و افکار و اعمال اون نیست که این برکت ها ایجاد میکنه، برکت ایجاد شده است. این فقط اینا میاره تو این دنیا. تو گمارا تلمود، تو تلمود مسخ طهارا صفحه 70 اونجا میگه یربه به اسه و یوکش رحمیم، یعنی کسی که میخواد موفق بشه در رزق و روزی خودش کار انجام بده و همچنین تفیلا بخونه. این 2 موضوع که گفتم، یربه به اسک و یوکش رحمیم. و اینی که گفته یربه به اسک یعنی زیاد کار کنه، نه اینکه اگه زیاد کار کنه ولی درخواست نکنه که اون فیض تبدیل بشه به رزق و روزی، برای خدا ظرفای زیادی درست کرده ولی اون برکت نیامده توش. اون اگه بخواد اون برکت رو بیاره تو این دنیا، باید
براش تفیلا بخونه. حالا بعدا اشاره میکنم بعضی هستن که نه تفیلا میخونن نه هیچ کاری میکنن، با اینا رزق و روزی دارن. ببینیم اون مسئله اون چیه. مواقعی بوده که یک شخص رفته پیش بلشمتوف و درخواست بچه کرده. چند سال بوده که بچه دار نمیشده. بلشمتوف میگه که اون شخص هم پولدار بوده، گفته که اگه من درخواست کنم که تو بچه دار بشی باید آنی بشی، فقیر بشی، برای اینکه اون فیضی که برای رزق و روزی، یعنی اون فیض معنوی، تا الان برای تو تبدیل می شده به رزق و روزی. اگه بخوای بچه دار بشی، به خاطر اینکه تو حتما یه موضوع به خصوصی بوده، باید تبدیلش کنیم به بچه دار شدن. اونم قبول میکنه. خب الان باید برسیم به اون موضوع، این که گفتیم که کسایی هستن که نه تفیلا میخونن، وقتی هم کسب و کار دارن از رو صداقت نیست، دروغ ممکنه بگن، ربا بدن یا بگیرن که دوتاش حرومه، گران فروشی کنن یا هر چیز دیگه، شبات کار کنن. میبینیم که دریچه رزق و روزی رونا بازه. این چجوریه؟ تردوت یعقوب یوسف که همون تلمید بلشمتوف بوده، که بیشتر گفتای بلشمتوف اکثریتش همون تو نوشته‌های تردوت یعقوب یوسفه. 4 تا کتاب مختلف داره که گفتای بلشمتوف اونجا نوشته شده. میگه که وقتی که ابراهام آوینو رفت به جنگ اون پادشاها که لوط رو نجات بده، پادشاه سدوم به ابراهام گفت و یومه ملک سدوم الابرام تن لی هنفش وارخوش کحلاخ. یعنی به ابراهام آوینو گفت اون از اسیرایی که تو نجات دادی از جنگ اون پادشاها که مال سدوم بودن، برگردون به من و هر مالی یا هر چیزی که دیگه‌ای که تو جنگ به دست آوردی، طلا جواهر، همه برای خودت. اینا ملک سدوم به ابراهام گفت. تردوت یعقوب یوسف میگه ملک سدوم همون ساتانه. یه تراره تومعا، یه تراره با این جور آدما که کسب و کارشون 100% اونجوری نیست که خدا بخواد، شبات کار میکنن. حالا 1 ساعت از شبات، 1 دقیقه از شبات، هیچ فرقی نمیکنه. دروغ میگن، سرم کلا میذارن یا هر چیزی. ملک سدوم همین ساتانه. میگه من هر چی پول بخوای به تو میدم، تو فقط نشاماتو بده من. با هم معامله میکنن دیگه. برای هر دروغ تو تردوت یعقوب یوسف میگه کیسه طلا و جواهر داره براش. اون طلا و جواهر بهش میده، کم کم از نظر نفس، از نظر معنوی اونا میکشه. آدمی میشه بدون هیچ معنویت. وقتی این آدم چه ارزشی داره؟ 100 میلیارد دلار هم داشته باشه، آدمی که معنویت نداره تو زندگیش، هارخوش کخلخا، یه تراره میگه، ساتان میگه پول و جواهر و هر چی هست برا تو و نفش. درست؟ تن لیها نفش، یعنی اون نفس خودت، نشامای خودتو بده من. ذره 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 نشاماشو با چیزای هیچ و پوچ عوض میکنه. خب بعد از همه این بحثا برگردیم روز شبات. اول بحث سوال کردیم که اگه کسی بهش بگن که یک روزی روز برکته، روز منبع برکته،
اون روز از اول تا آخر باید کار کنه. برعکس خدا میگه اون روز شبات که روز برکته هیچ کاری نکن. و اگه میخوای اون براخای معنوی که من به تو بدم به تو انتقال پیدا کنه، باید هیچ کاری نکنی. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند به ما میخواد بفهمونه که برکت الهی هیچ ربطی به اعمال ما نداره. این عمل تو نیست که اون برکت الهی ها میاره. برکت الهی از طرف خدا باید بیاد و میاد. و در شبات هرچی بیشتر کار نکنی بیشتر برکت داری. یعنی اون برکتی که روزای هفته داری ممکنه هم کم باشه، ولی از اون نون حلال، از اون نون خدایی، برکت الهی، خودت یا بچه‌هایی که اونونا میخورن بچه‌های سالم به دنیا میان. سالم از هر نظر، نه فقط جسم، سالم از روان، از نظر معنوی. همین که کسب و کار داشتن و پولدار شدن و بچه به دنیا آوردن و تأمینش کردن که این هنری نشد. آیا اون بچه‌ها سالمن از نظر معنوی؟ ممکنه بگه آره بابا دکترن، مهندسن، هرچیان. میگن عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. از نظر معنوی آدمن. ممکنه به دید اون شخص آره آدمن، برای که خودش هم نمیدونه معنویت چیه. اون کسب و کاری که تو شبات انجام میشه که اینجا هیچکی نیست خدا رو شکر. من اینا رو فقط برای اینجا میگم که اگه کسی ها میشناسین به اون بگین. اون کسب و کاری که حتی 1 دقیقه مونده که شبات برخا بشه، 1 ساعت، 1 ثانیه، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ برکتی نداره. نه تنهایی که برکت نداره، مضره، سمه. تو هم خودت داری میکشی هم بچه ها تا. در حقیقت این موضوع ربط داره به تفیلا. وقتی که ما تفیلا میخونیم، گفتم اونطوری که توضیح دادم مرحله به مرحله نزدیک و نزدیکتر میشیم به خدا تا میرسیم به شمونا اسره. وقتی که میرسیم به شمونا اسره، اون لخش اون جایی که موظفیم 4 بار تعظیم کنیم. ما بقیه تفیلا به جز آلنون شبیه که بعدشه وظیفه نیست. حتی بارخ تشمم وراق هم اونطوری وظیفه نیست مثل لخش. ممکنه مینهاگی باشه. به خاطر اینکه در حقیقت وقتی که ما میرسیم به شمونا اسره که نزدیکترین مرحله است به خدا، و همین خاطر ساکت تفیلا را میخونیم، به خاطر اینکه انقدر احساس نزدیکی میکنیم که از جنب ما هم یعنی نزدیکیم، دیگه احتیاج به بلند حرف زدن نیست. بعد برای کسب فیض، یعنی اگه ما بخوایم فیض از خدا بگیریم باید تعظیم کنیم. هر تعظیمی بهش میگن همشاخت شفا، یعنی کسب فیض. به خاطر اینکه خداوند تنها موقعی به کسی فیض درست میده، سالم، معنوی، و حتی وقتی هم که به مادی تبدیل میشه سالمه، نه اونی که ساتانا یه را با نشامای آدم معامله میکنه که اونم از طرف خداه، برای امتحان آدم همه چیز خداه. ولی برای کسب فیض همیشه باید تعظیم باشه، یعنی سرفروز آوردن. فلسفه تعظیم کردن چیه؟ تعظیم یعنی بالاترین قسمت آدم مغزشه، عقلشه، درست تو سر قرار داده. پایین ترین قسمت آدم پاهاشه که نمیشه مقایسه کرد با سر و عقلش. وقتی کسی تعظیم میکنه یعنی من عقلمو میارم تو مرتبه پاهام، به اصطلاح یعنی در مقابل خدا
عقل و پای من هیچ فرقی نداره، تبدیل میشن به هیچ. این عقل من نیست که عقل کله، همش خداه. وقتی که آدم تعظیم میکنه، سر فرود میاره، تواضع داره. اصل تعظیم کردن تواضع درونی باطنه، نه فقط جسمه که تعظیم میکنه. وقتی که تعظیم میکنه یعنی من سر فرود میارم، همه عقل و درایت و قدرت و همه چیز که از مغز سرشته میگیره همه باطل میشه در مقابل قدرت خدا. اون موقع که تعظیم میکنه فیضا میاره تو این دنیا. به همین خاطر باید 4 بار تعظیم کنه، برای اینکه اسم اعظم خدا 4 حرف داره و برای آوردن فیض خدا از دنیای معنوی تو این دنیا احتیاج به اسم خدا. چرا احتیاج به اسم خدا؟ برای اینکه هر موقع هر کسی رو بخوایم به طرف خودتون صدا کنین اسمش رو میبرین، درسته؟ اسم یه وسیله رابطه است. اسم الهی هم آفریده شده برای رابطه بین ما و خدا. وقتی خدا رو صدا میکنی یعنی رابطه ایجاد بشه. وقتی که تعظیم میکنی 4 بار مطابق با 4 حرف اسم اعظم الهی. این حالت درست حالت شباته. تو شبات وقتی که ما هیچ کاری نمی کنیم یعنی خودمون رو باطل می کنیم در مقابل خدا، یعنی هیچ عملی از من دیگه بر نمیاد. حتی درباره رزق و روزی هم نباید فکر کنیم که ایلو ملختخا از سویا، یعنی انگار باید فکر کنی همه کارات انجام شده. آرامش خاطر به طور کل تبدیل میشی به یه آفریده خدا که از خودش انگار هیچ عملی نمیتونه انجام بده. اون موقع خدا فیض میده. ولی تا موقعی که آدم جلو خدا وای میسه نمیخواد تعظیم کنه، ممکنه هفته‌ای چند بار میشه؟ 3 بار در روز، هر بار 4 بار، 72 بار تعظیم کنه، ولی روز شبات بره سر کار. این تعظیم کردن زیاد معنی نداره. تعظیم که فقط جسم نیست که باید تعظیم کنه. وقتی تعظیم میکنی میگه من اراده‌مو رو باطل میکنم در مقابل اراده خدا. اگه روز شبات کار کردی یعنی من میستم جلوی خدا. درسته، ممکنه موفقم بشه تو شبات، کسی نگفته ما خیلی اصلا شبات کار میکنن خیلی هم موفقن، ولی هیچ ارزشی نداره. چه نوع زندگیه؟ کل شبات کمون مسئله عشق و علاقه است به خدا و خدا به ما. اون روز هیچ چیز برای آدم بجز رابطه با خدا نباید مهم باشه. میدونین چی رزق و روزی ها میاره تو 6 روز هفته؟ ما 3 تا سعودا داریم که گفتم که هر سعودایی که تو شبات ما این میتوا رو انجام میدیم مثل حالت از نظر عرفانی نگاه بکنین مثل یه زن و شوهرن، ما و خدا که با هم دارن به اصطلاح خوراک میخورن. هر سعودای شبات مطابق با 2 روز هفته. برکت الهی میخوایم تو همون سعودای شباته. این رابطه ایجاد میشه، نزدیکی ما به خدا. سعودای شب شبات مطابق میشه با برکت روز 1 شنبه و 2 شنبه، صبح شبات 3 شنبه و 4 شنبه. سعودا شلیشید که از همه سعودای شبات از نظرهای بالاتره اون موقع میرسیم به رواد روین، یعنی دیگه نزدیکترین، حتی از یوم کیپور هم به خدا نزدیکتر میشیم. سعودا از موقعی که زمان مینها شروع میشه تا اروید یه بزرگ ما داشتیم روی ملوباویچ زخوتو یگانه، این برای یه موقع سکته میکنه، بعد برای چند وقت حالت عادی خودش رو نداشته. قبلنش
این همسر ایشون همه میگفتن که شوهر من همیشه با خداه. یعنی دیگه نمیدونم دربارش میدونین یا نه، این معجزاتی که کرده، سوادی که داشته اصلا از عقل ما دور. اصلا نمیدونم چجوری شده که تو این دوره ما همچین نشامایی داشته باشه. همسرش میگه که یه موقعی بوده که اصلا دیگه از حالت خودش همیشه به طور عادی خارج میشده، اونم از همون رواد روین، همون ساعت سودا شلیشیت، از مینها تا عربیت شبات. وقتی که سکته میکنه برای 2 سال، هر موقع که اون اصلا از حالت عادی نداشته، یعنی واقعا کما بوده، نمیدونم چی بوده، موقعی که اون ساعت میرسیده همه بدنش شروع میکرده به لرزیدن. این موقع سودا شلیشیته. وقتی اون موقع میرسه میشه برکت برای روز پنجشنبه و جمعه. و این احساس نزدیکی و دوستی خدا را باید آدم ببره تو روزهای هفته، ببره تو کسب و کار، که انقدر خدا را دوست داشته باشه که برای هیچ مال دنیایی هر چقدر هم باشه هیچ موقع خدا را نداره کنار تا اون مالا به دست بیاره. با یه داستان بحث امشب رو به امید خدا برخا میکنیم. یکی از ربیای ما، ربی میساک مرزکوتو یاگانالنو، که اونم از جنگ آلمان به اصطلاح فرار میکنه، نجات پیدا میکنه، از کمپا خیلی مصیبت میبینه. اون میره آمریکا و وقتی که اونجا میره با هیچی میره و وقتی که تو شهر خودش بوده خیلی پیرو داشته، مدارس داشته، مراکز یشیوا داشته، خیلی خیلی آدم معروفی بوده. وقتی میره آمریکا دوباره باید همه چیز از تازه شروع میکرده، هیچی هم نداشته از خودش. الان اگه برین تو نیویورک یا جای دیگه، اصلا یه به اصطلاح پادشاهیه برای خودش. این خسیدوت برای خودشون شهر دارن، مراکزشون تو تمام دنیا هست. اونجا یه شهر دارن که همه خیابوناش همه چیز به عبری نوشته شده. تو نیویورک اتوبوساش هم وسطش پرده است، همه چیز عین دوره که مسیح باید بیاد. از یه شهر دیگه هم هست، یه خسیدوت دیگه تو آمریکا که تو خیابوناش یک طرف زنن یک طرفش مرد، که از این بهتر نمیشه. بعد این ربی که میره آمریکا، خب بعد میرفته برای این همه این کاره که بعد میخواسته بکنه برای پول جمع کردن. از نیویورک میره شیکاگو. این حدود ممکنه برسه 40 سال پیش، درست نمیدونم دقیقاً، ولی خیلی سالهای پیش. به زور از این خونه به اون خونه، با چه خجالتی، با اون مقام، با اون میره به اصطلاح $4,000 اون موقع جمع میکنه. بعد قبل اینکه از اونجا بیاد میگه که میشه من میکوه اینجا رو ببینم؟ اینا میگن بله. میکوه رو نشونش میدن. بعد میبینه که میکوه اصلا تعریفی نداره، چه از نظر نظافت چه از نظر حلاخایی هر چیزی. میگه که چرا اینجا اینا باید بازسازی کنیم. بعد اونا میگن نه کسی این کارو نمیکنه اینا. بعد همون آن $1,000 هم قرض میگیره، رون $14,000 میذاره، میگه اینا میده به یکی براش میکوه درست. وقتی که برمیگرده خونه همه منتظر، همه پیروا میگن چی شد؟ میگه هیچی نشد، فقط من میخواستم ببینم که خدا رو بیشتر دوست دارم یا پول. خدا رو شکر موفق در اومدم.